سلاین اکیجاین عیش مسیح چند سلاین در دو چیده سلاین من آکان آیا وان کامات نریم ما یا بچه نکنم بیجایم پیدا ها کنم ساده اولایم باید بخونم ها ساده اولایم بخونم ها حوالی проверка میکنن بعد ممکنه уют метан ممکن 2 سال میبرن میپریم کاغذ خدمت میکنیم من دکتران دورم که ما چه قانون خود خچه خب ما بچه я минут бестен خدمت کردگین خدمت چند سالین خدمت تمام کردم تمام نه студента все راه совет برای تیار شدن 2 سال просто так мешанем и بعد میایم میخونیم отсрочка метан сейчас привезу людей на почки на распродажу ага да здоровые все пригоняем компания 1xbet аксияи нав сар дод барои якм депозити кардагии ту 100% бонус мета метавонед дар роҳи ва ставка кунед дар командаҳои дӯстдошта дар турнирҳои лигаи чемпионҳо лигаи европа топ 5 лигаҳои европа ва дигар турнирҳое ки айни ҳол рафтестанд боз барои тоҷикистон вкладкаи отдельни кардагианд ва агар шумо дар тоҷикистон бошед аи вкладка истифода баред ҳамаи информатсия ва ссилка дар таги видео Habla Rabia, habla. Gavza. با چی خاطر شما که نمیاد نمیمونی گردن؟ با چی خاطر؟ چی با سیونکا نمیکنم؟ رئیس فرمان شهره. لبوس از سیونکا میره در سایت چه پارتی؟ نه گاوزا نه. فرمانده خواهد سوار شد رفته میگم. نه نگیرم خود خچان سیون چی با سیونکا نمیکردم؟ نمی اکام خچان. اپا ماشین نزنم. یکم اونجا داشت نیست اپا سیونکا که چقدر از شهر عبودت نمیگشته. میگشته اوزیمورا فر. بوشیان دای بسته شده. خیلی تماس ایماستی. برو اومده پاگونو را. نه فهمونده است ما نگاه داشتیم اکا. ما ساعت روز همش نگاه داشتیم اکا. به خاطر متاسف. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم خوب گوش دار
اگر من پرسن که دوستش می‌داری، من میگویم دیوانه‌وار. پرسندم که چند زیباست، میگویم که بیش از آن که شما تصور دارید. میپرسن او در کجاست، میگویم که در قلب من و در قلب میلیون ها انسان. پرسن اگر نامش چیست، با تبسم میگویم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، سرور عالمیان، رسول الله و شفاعت کننده ما در روز محشر. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان فردا روز قیامت با کسی خواهد بود که او را دوست دارد و پیرو او باشد. اگر تو نیز دوست داری و پیروش باشی، در این روز جمعه با من بگو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. جمعه مبارک ای پیرو محمدی، خسیس مباش، صلوا علی النبی. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی سیدنا مصطفی. ای اگر بخوای که روزانه خود نبره شاو خوگند در کلای فهمیدی. سلام علیکم برادرای توجید. این در دست اهمیت کار کردن شما ما ندادین نشون کارا کار گذاشتگی کار قبول نمیکنن. کار اگر تو ساعت چویز گذاشتگی میگن قبول نمیکنیم، تکنازون میگن قبول نمیکنیم. اگر این کار گذاشتگی همه ساعت چویز چیکار میکنیم؟ اگر نوشا جیت بلند سفر ماش کو تندور چله دانشمندی را سوال کردند بالاترین وزن چند کیلو است که یک نفر بردارد و او را پهلوان گویند. در جواب گفت بالاترین وزن این یک کورپه 2-3 کیلویی کفایه است که نفر تواند هنگام نماز سحری از روی خود بردارد و نماز خود را ادا کند. هر نفری که آن وزن را برداشت پس او را پهلوان باید دانست. مصرعهای شعری هم خوب گفته است که سحرگاهان صدا دارد مؤذن زی خواب برخیز ایا ای فرد نامین، بگوید الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر بود از خواب شیرین. با هر یک فرد مسلمان البته که این گونه پهلوان بودن زید دارد، نه اینکه پهلوانی سریدگو و غیره و هاکذا. زیرا بینماز گر بخندد گفتند خنده اش زیبنده نیست. او چی میخندد؟ نمیداند خدا را بنده نیست. او نمیداند که جای بینماز دوزخ بود. هیچ گناهی در جهان از بینمازی گنده نیست. پس سعی و کوشش به نماز کنید، پهلوانی حقیقی باشید. السلام علیکم و رحمت الله. زینالدین داد از جفای در چه حالم کرده ای؟ من که ثروتمند بودم تو گدایم کرده ای. مال من بسیار بود اما نمیدادم زکات. این دلی بیرحم من فردا چی بگوید جواب؟ به عدد دارا بودم اما خوراکم نان قاق. پیش چشمانم نشستن کم بغل ها در کباب. زینالدین ظالم بودی جور از برایم کرده ای. زیر پای کم بغل ها پای مالم کرده ای. ای خوشا بر حال آنهایی که خوردن مال خود، خوردن و پوشیدن و صرفن در کار خود. ای منی ناخورده را آخر مکافاتم همین. من نخوردم دادمش تا که خورش و زینالدین
آنچه میگویم همه از روی نادانی شده است. با پلی من زینالدین گفتم که لاندانی شده است. قسم گفت زینالدین با ریش